سلام بچه ها، چطورین؟ اسم من ماهیه، به چنل ماهی فری خوش اومدین. سلام بچه ها، چطوری؟ اسم منم صبحانه، به چنل ما خوش اومدین. ما اومدیم با یه چالش مزخرف مسخره دیگه. حالا چالش چیه؟ کی میتونه تایم بیشتری نفسشو حبس کنه؟ حالا من کلا خیلی نفسمو نمیتونم حبس کنم، ولی الان حبس میکنیم ببینیم چجوریه. یه کرونومتر بیار ببینیم چند دقیقه میتونیم، چند ثانیه میتونیم نفسمون حبس کنیم. سوال بفهم. از کجا بفهمیم نفس میکشیم؟ احمقی؟ من الان نگاه نفس میکشم یا نمیکشم. دست دماغت هم نمیدونید، دماغتو بگیری کافیه. آره دهنمو بسته میکنم، فقط دماغ. همون دماغتو بگیری کافیه. یا اول فهم. برو کرونومترتو بیار. بفهم. خب واسه این ما اینه دیگه زمانو میگیریم ببینیم که کی تایم بیشتری میتونه. اول شما. یه دقیقه تو برو. اول شما. خب تو رو نه تو رو فهم. وای دماغ یک 2 3. نه وایسا یه دقیقه حبس کنم. برو دیگه. الان 4 ثانیه کم میکردیم ازش. خب برو 1 2 3. میتونم؟ من واقعا نمیتونم. میزه باشه داره کار میکنه. میدونی چنده؟ 35 ثانیه. بابا این چه چیز مسخره، چه چیزی، چه افتخاری داره، چی داره این، چی داره که ببین اون اگه بالا یه دقیقه نزد. چی؟ من؟ میریم هر کدوم چند تا پارت میریم دیگه. من که نمیتونم. بریم. من چقدر شدم؟ 35 ثانیه. 35 ثانیه. حالا نوبت صبحیه. دایی نفسم باید بکشم نگه دارم. آره باید ول کنم نگه. نه یه دونه اینجوری کن. چند تا نفس عمیق بکش. رفتی؟ 1 2 3 4 5 فلان. خرقندون. تو میتونی. داره جون میده. صبی بلا به لرزش افتاد. نمیتونی از گوشت میخوای نفس بکشی، نمیتونی. 42 ثانیه بود. خب من دیر زدم. 44 ثانیه ازش ثبت شد. من 35 ثانیه، صبحان 42 ثانیه. 42 ثانیه بود دیگه، ولی خب 44 ثانیه ازش ثبت شد. اشکال نداره. خب جدیدش کنیم چجوری میشه؟ یا خدا. خب زندانی میگه بخوای از گوشت نفس بکش. اینجوری میکرد، نگاه اینجوری میکرد. احساس میگم میخواست یه راهی باز کنه اینجا. خب یه سوال. آقا ناکا الان مثلا نفسمون نگه فوت میکنیم؟ نه. نفسو بدیم بیرون؟ نه. خب نمیکشیم بیرون. نه. اینجوری مثلا نگه داشتیم. منم میتونستم نفسم بدم بیرون. این نمیشه نه. خب نه سوال. نه. اوکی. نه. بفرست. نه وایسا. بابا چرا خمیازم میگیره؟ نه نگه داری 20 ثانیه. وای نتونستم بیشتر. 20 ثانیه از قبلی کمتر. من نتونستم بیشتر. چیه؟ دیگه نمیشه. باور کن بعدی 10-12 ثانیه میشه. برو صبحان تو برو.
خب الان میتونی آماده ای؟ برو. چقدر دست پاچه‌هات زخم و زیلیه؟ ها؟ سرد شدی؟ چی شده؟ فشار میری؟ چرا؟ مرض داری؟ میخوای من با زجر چته مریض؟ صبحان میخواد منو با زجر خودش شریک تازه 12 ثانیه شده. نه دیگه نه همون شیرین نخودچه به منم بده. میخوری؟ چقدر شد؟ بذار آبم بده. 6 ثانیه. دیدی؟ هم 10 ثانیه. بقیهش واسه زندگی 15 ثانیه است. سخته نمیشه. جایزه داریم؟ نه بابا برو گم شو. مجازات داریم. نه. آقای داور جانم مجازات نریم یا جایزه؟ گفتی دارم شنا بلدی؟ نه. یعنی زیر آب بیشتر از 30 ثانیه نمیتونیم؟ چرا؟ اینجوری که ما میمیریم. راحت میمیریم. آقا من یه ذره تو آب حس چون دست و پا میزنی اون زیر. چون خلقمون میگیره، چون میدونیم کاری از دستم بر نمیاد. قراره 1 بترک 2 بده دنبه 3 سنبه. خیلی خوب. عربایی لطفا بگنی چی؟ خیلی خوب بایستا. باز میخوام نفسم حفظ کنم. من خمیازم لا میبینی؟ به خدا دست خودم میبینی. عوض کردن. آقا یه واسه عوض کردن نیول. من نمیخوام دستم بگیرم. چی رو؟ نفسم نمیاد. دستاتو بزن جایی که دیدی نفس میاد و میره چیزش کن. دستاتو اینجوری کن اگه نفس فهمیدی تو. باشه برو. 1 وایسا. برو. بابا اینا دیگه بیا فهمیدم. آره میدونم. 50 ثانیه. واقعا اون منو برای من حالت چیز داشت. فعلا که من پام 2 تا بسته جلو هم بود. ببینیم چی جوری. چند یه تایی دونه بود جلو. اصلا؟ 3 تایی گفتیم دیگه. من داور چند تایی قرار بود؟ نه میزان ثانیه ها رو با هم جمع میکنیم. آفرین. آره آفرین. خب از اول نزدیم. برای من اولی 44 ثانیه 42 ثانیه بود، برای تو 35. دومی برای من 20 ثانیه بود، برای برای من تو 35 35 بود. بیا دا اینا رو بنویس. سومی برای من 50 ثانیه بود، برای تو نیامد. 1 2 آماده بودی بگو بزنم. برو. قشنگ در قندون، تمیز لب خندون. کثافت خفه شو. قشنگ باد اومد از دماغت. دهنشم بازو بسته کرد. دیدی؟ نه چه پروریه. چی حالا ولش کن. دهنشم بازو بسته کرد. دهنشو بازو بسته. ببندن تو. مهدی قشنگ دهنشو بازو بسته کرد. سب کن. چند ثانیه؟ 46 ثانیه ولی احساس کنم یه جا بابا این باده اینجا میزنه بخورم. نه یه من زنم 2 ساعت دارم میگم باز
نه گرم بود، میخواستم ببینم گرمای گرم بود، قشنگ گرم بود. بابا من هر برای بابا تو یه گرمه بابا. چوسه اومدی یا یعنی من اینجوری کردم؟ نه اینجوری کردی. اون نفسی که میدی همونو میخوای بدی بیرون، کلی بهت کمک میکنه. نه من هیچی ندادم. میدونی؟ بعد دهنمو وا میکنم اصلا فرقی نداره. فرق داره انا برای تو؟ آره. میدونی چرا؟ چرا؟ چون به راحتی میتونی بدی بیرون. صداش نمیاد؟ نه اون تو داری میکشی؟ دارم میدم بیرون. خب بده بیرون. چندمی بودی؟ صبح چندمی بودی؟ سومی. 40 چند ثانیه؟ 6 خب بنویس. فکر کنم من بردم. یه دو واسه 50 داشتم من. 40 نه زندگی شش 40 نداشتم. 35 5 داشتم به اضافه 20. 20 تو 46 داشتی. 42 داشتی. 35 35. خب ثانیه‌هاش هم صبحم برد. صبحم برد بعدم برد. مخصوصم گذاشته بودم برای اونی که برده اون چیه؟ نفسش تازه شه. این نونه خنکه تو خیلی خاص دوستاش به اونم بگم. بچه ها خیلی ممنون از اینکه ما رو تا الان تماشا کردین. ما شما رو تو ویدیو بعدی میبینیم. خدافظ. نمیخورم. بیا نه تو رو